همه چی ماشینیه، یه ماشینا یه جایی به سمتی میرن، همه آدم‌ها به یه سمتی دارن میرن، ولی اینجا هر کی میاد میدونه که باید ورزش کنه، باید حسی کنه، کارشون مشخصه. ولی اونجا انقدر زیادن، همه چی زیاده. از شهر که میایم توی جاده که برسیم اصلا انگار همه مشکلاتمون زیاد داره، انگار که اصلا توی دنیای دیگه داری زندگی میکنی. شهر خیلی زندگی سخته. I'm 28 years old and about 12 years play snowboard. و الان من عضو تیم بهترین کشور ایران هستم. 3 هفته پیش مقام اول کسب کردم. همین که دوست داریم پیسته اونجا که من شنیدم پیسته خیلی خوبی داره اسکی کنیم، همین که رایدرهای قویشون داره بیان ایران کلی میتونیم استفاده کنیم ازش. ما دوست داریم که بیان خارجی‌ها بیان ببینن اینجا رو، ببینن ما همچین چیزی داریم، اون ذهنیتی که در مورد ایران دارن، در مورد پیست ما دارن عوض شه. خیلی دوست دارم روز به روز در مورد ایران دوست دارم باشون حسی کنم و اونا بدونن که ما ایرانی‌ها هیچ مشکلی با اونا نداریم و دوست داریم که ورزش که یه فرهنگ خیلی عالیه، مثلا یه رویداده مثل المپیک که ورزشکارا با هم جمع میشن، اونجا هیچ چیزی دیگه معنی نداره، نه سیاست معنی داره، نه قدرت. اونجا